تصویر بالا آقای مارک روته، نخست وزیر کشور هلند. تصویر پایینم آقای علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت. تفاوت رفتار رو فقط نگید. شما دیگه سوال نکن. شما دیگه سوال نکن. نوبت بگیر صحبت. اجازه نوبت بگیر. نوبتت نیست. نوبت بگیر سوال کن. چی بپیچونم؟ من تو رو میخوام بپیچونم؟ یه الف بچه بوده اینجا نشسته من وقت گذاشتم اومدم اونجا برای شما نشتم. چی میگی برای خودت؟ فکر کنم اولین بار داری تشریف میاری نه؟ تو دیگه چی نگو بزر بخیر. آخه تو کی که من بخوام جواب تو رو بدم یا ندم؟